مشاهده میکنید باز مسئله مذاکره رو آمریکایی ها همینطور دارن دنبال میکنن. این یک ترفند است. اینو باید همه بدانند. یک سیاستی رو دولت آمریکا در پیش گرفته است و او سیاست فشار حد اکثری به جمهوری اسلامی است. فشار حد اکثری هم همینی که مشاهده میکنید. تحریم های گوناگون، انواع و اقسام، هی تهدید، هی یاوه‌گویی‌های مختلف در رسانه ها و غیره. دیگه ببینید فشار حد اکثری اینا رو مجبور کرد که بیان پای میز مذاکره بنشینن. هدف. ما در مقابل باید توجه داشته باشیم که اگر دشمن ما توانست اثبات کند که فشار حد اکثری علاج کار ایران است و مؤثر روی ایران است، ایران دیگه روی آسایش هرگز نخواهد. این یک ترفند است.